اینو نمیدونم در یک جلسه گفتم، خدا رحمت کنه آیت الله دکتر بهشتی رو، من سال 59 اوائل سال 59 یعنی یک سال از انقلاب بیشتر نگذشته، عکس مرحوم آیت الله دکتر بهشتی رو در دادستانی کرج که بنده اون وقت مثلا در سنین 19 سالگی بودم، حالا امام به جوان‌ها اعتقاد داشتند و میدون میدادند، ما هم از اون کسانی بودیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به برکت انقلاب اومده بودیم مسئولیتی داشتیم. یه عکسی از ایشون گذاشته بودم کنار دستم، خوبان می آمدن به من اعتراض میکردن شما دیگه چرا عکس آقای بهشتی رو کنار دست، نه بدان، خوبایی که هیچ انتظار از اون نداشتم، از بس شرایط رو به نحوی شکل داده بودن که شخصیت اثرگذاری مثل آیت الله دکتر بهشتی که دلسوز ملت و شخصیت تشکیلاتی انقلابی عقلانی منطقی اینطوری جلوه کرده بود. عرض میکردم غالبا اینه که میامدن خوبانن، میامدن میگفتن شما دیگه چرا این کار میکرد، فضا رو اونقدر تیر و تار میکنن که چهره های نورانی و چهره های ارزشمند اثرگذار در ذهن مردم جوری دیگه جلوه کنن.